در موقع ولیعهدی من این مملکت شاید 8 الی 9 میلیون جمعیت بیشتر نداشت. امروز 35 میلیون جمعیت دارد. 20 سال دیگه 60 الی 65 میلیون جمعیت خواهد داشت. امروز که می آمدم در این خیابانها به قدری ما بچه دیدیم که این 10 سال دیگه وارد بازار کار میشه. این کار میخواد، این شغل میخواد، این نون میخواد. برای کار و شغلش ما نیروی محرکه برق میخوایم. برق باید تولید کرد. درست موقعی که جمعیت مملکت ما به تقریبا حد اکثرش میرسه 65 میلیون، از حالا تا اون موقع ما باید تمام نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. میخوام از انرژی خورشید استفاده کنیم. چرا؟ نمیشه وقتی دولت میگه از انرژی خورشید میخواد استفاده کنیم، بعدها یا استفاده از نفت و از این ها دیگه استفاده این آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بود. تو چرا نفتی هم که روشن کنید؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اخفال مردم است.